ائمه همه کاره عالمند. معراج روحانی را افراد عادی هم میتونن داشته باشند تا ائمه را که همه کاره عالمند. معراج در حد پیغمبر فقط به اون آقا مختص بود، اما ائمه عالم تمام عالم در قبضه قدرت اونهاست. بینندگان گرامی، مشاهده نمودید که این آخوند غالی با سفسطه گویی و سخنان بی سند چقدر در مورد امامت خیالی که الله متعال در مورد آن در قرآن کریم حتی یک آیه هم نازل ننموده است غلو و افراط می‌ورزد و صفاتی را که مختص الله متعال است به ائمه نسبت می‌دهد و آنها را همه کاره عالم دانسته می‌گوید. تمام عالم در قبضه ائمه است. اگر چنین است پس نقش الله متعال چیست؟ در حالی که مشرکین مکه هم چنین عقیده‌ای نداشتند. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. گفتاری که از دهانشان خارج می شود بسیار بزرگ است و چیزی جز دروغ نمی گویند. این است نتیجه غلو و زیاده روی و گزافه‌گویی که خود امام علی رضی الله عنه از آن منع نموده است. مجلسی در بحار الانوار جلد 25 صفحه 270 روایت می کند که امام علی رضی الله عنه فرمودند: ایاکم والغلو فینا قولوا انا عبید مربوبون. برحذر باشید از این که در مورد ما مرتکب غلو و افراط شوید و بگویید که ما بندگان خداپرست هستیم. اما غالیان شیعه به صورتی که مشاهده نمودید بندگان الله متعال را به مقامی رسانیده اند که فقط مخصوص الله متعال است. الله متعال می فرماید: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. بگو پادشاهی و فرمانروایی بر همه چیز به دست کیست و کیست که امان می‌دهد و هیچ کس در برابرش امان نمی‌یابد اگر می‌دانید. خواهند گفت از آن الله است. بگو پس چگونه فریب می‌خورید؟ و می‌فرماید: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمی‌دانی که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن الله است و جز الله هیچ یار و یاوری ندارید؟ ما روزانه حداقل 17 بار این آیه را تکرار می‌کنیم و می‌گوییم الحمدلله رب العالمین. حمد و ستایش مخصوص الله که پروردگار جهانیان است میباشد و اگر تمام جهان در قبضه قدرت ائمه است پس ربوبیت الله متعال چه می‌شود؟ قضاوت با شماست.